سلام به همه دوستان، به کانال شب اقتصادی خوش اومدین. روز جمعتون بخیر و امروز هم طبق قراری که با هم داشتیم مهمترین اخبار اقتصادی هفته که گذشته تحلیل می‌کنیم. در آخر هم یه نگاهی میندازیم به سوژه‌های جنجالی و سمی این هفته. الانم مثل همیشه وقت رو تلف نمی‌کنیم و سریع میریم سر اصل مطلب. اول از همه بریم سر وقت بازار دلار. تو این هفته دلار روند خنثایی در پیش داشت و بعد از یه افت موقتی تا محدوده 87000 تومان مجدد حرکت خودش رو توی محدوده 88000 تومان ادامه داد. هر گرم طلای 18 ایارم که در ابتدای هفته به زیر 7 میلیون اومده بود تا آخر هفته به بالای 7 میلیون و 100 هزار تومان رسید و تقریبا میشه گفت که یه رفتار نوسانی عادی بود و نسبتا خنثی محسوب میشد. در واقع این دوتا بازار توی این هفته تحت تاثیر خبرهای مثبت و منفی مختلفی بودن که بازار رو توی حالت کما قرار داد و باعث شد که فعالین بازار این هفته ترجیح بدن بیشتر نظاره‌گر باشن و دست به خرید و فروش نزنن. مثلا توی این هفته توی یک اقدام غیرمنتظره وزیر امور خارجه اعلام کرد که با ترویکای اروپایی برای انجام دور جدید مذاکرات به توافق رسیده و قرار مذاکره با اروپا رو برای برخی موضوعات مثل عدم استفاده از مکانیسم ماشه و احیای دوباره بندهای موجود توی توافق برجام آغاز کنه. وزیر امور خارجه حتی از مذاکرات دوباره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد تا شاید بتونیم راه حلی برای همکاری دوباره با این نهاد بین‌المللی پیدا کنیم. این اتفاقا در حالی داره رخ میده که هر وقت مذاکرات ما با اروپا خواست به نتیجه برسه، اونا اعلام کردن که بدون تایید آمریکا هیچ کاری ازشون ساخته نیست و ایران نمیتونه بدون دستیابی به توافق جامع با آمریکا نسبت به ادامه همکاری اقتصادی با اروپا خوشبین باشه. اما در حالتی که انگار سیاست خارجی ما دچار دژاوو شده و هی داره تاریخ براش تکرار میشه، به نظر میرسه بازار ارز و طلا زیاد به این روند روی خوش نشون ندادن و این خبر نتونست تغییر زیادی توی بازار به وجود بیاره. با این حساب بازار فعلا از سمت اخبار تاثیر نگرفته و رفتار هیجانی هم از خودش نشون نداده، ولی اگه بخوایم به عوامل بنیادی هم نگاهی بندازیم متوجه میشیم که شیر پمپاژ پول به مخزن تورم از سمت تقاضا همچنان در حال بازتر شدنه و هرچی که آب پشت سدهای کشورمون کمتر شده، عوضش نرخ رشد پول داره فشار بیشتری به سد قیمت‌ها وارد میکنه. مثلا تو این روزا میتونیم رشد سرسام‌آور قیمت مواد خوراکی رو مثال بزنیم که توی یک نمونهش برنج ایرانی با رشد 3 الی 4 برابری نسبت به قبل از جنگ به حدود 400 تا 500 هزار تومان در هر کیلو رسیده. این رشدها تنها به دلیل احتکار و تقلب از طرف فروشنده ها به وجود نمیاد و میدونیم که بخشی از رشد قیمت هم ناشی از وجود تقاضا و خریدار توی بازاره. تقاضایی که فعلا به نظر میرسه بعد از اثرپذیری از عامل جنگ حالا داره از بخش پولی تقویت میشه و عجیب‌تر این که این حفظ تقاضا بیشتر از هر چیزی از جانب خود دولت و خریدهای دولتی تاثیر گرفته. حالا اینکه چطور این اتفاق افتاده خودش یه بحث طولانی میطلبه که اگه شرایط براش فراهم شد حتما توی یک ویدئوی جداگانه بهش میپردازیم. از بازار طلا و دلار که بگذریم میرسیم به بازار بورس که باز هم طبق پیشبینی ویدئوی قبلی ما پیش رفت و توی این هفته نتونست روند صعودی خودش رو حفظ کنه. در واقع بازار سهام بعد از پشت سر گذاشتن یک موج حمایتی کم کم با فروش بیشتر سهام روبرو شد و با توجه به اینکه بخش زیادی از بازار هم توی این هفته به مجمع سالیانه خودشون میرفتن، شاخص‌ها کم کم نزولی شدن. برای همین هم شاخص کل بورس بعد از ورود به محدوده 2 میلیون و 850 هزار واحدی روز چهارشنبه به یک باره تغییر جهت داد و کلاً صف فروش شد. با این شرایط میشه گفت که دیگه بازار نمیتونه رشد پرقدرتی رو توی هفته‌های آینده در پیش بگیره و همونطور که توی هفته قبلم گفتیم با فرض ثابت بودن دلار حداقل تا آخر تابستون نمیتونه بازدهی مناسبی رو برای سهامدارا به ارمغان بیاره. اینم بگیم که توی این هفته نسبت پی بی ای بازار هم یک کمی افزایشی شد و به 6.3 واحد رسید. حجم و ارزش معاملات هم هنوز رکودی بود که با توجه به اتمام فصل مجامع این موضوع طبیعی محسوب میشد. از اون طرف نرخ بهره توی این هفته به عنوان رقیب اصلی بازار سهام در محدوده 32% قرار داشت که برای ورود دارایی‌های جدید به بازار سهام چندان جذاب به نظر نمیاد. اما با توجه به بیمه اصل و سود سهام که از قبل اعلام شده بود و در ویدیوهای قبلی هم راجع بهش صحبت کردیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که خیلی از سهام بورسی توی پورتفوی سهامدارا فریز بشن و پولی از این مسیر از سهام خارج نشه. در این صورت باید بدونیم که بازار سهام به شدت با رکود معاملات روبرو خواهد شد و این باعث میشه که درآمد و سود خیلی از شرکت‌های واسطه‌گر مالی و کارگزاری‌ها به شدت سقوط کنه. به هر حال این روند توی بازار هم چندان جدید نیست و حداقل میتونیم بگیم که از سال 99 به اینور این دوره رکودی هی داره تکرار میشه توی بازار. پس باید بگیم که تا اینجای کار ورود وزیر جدید اقتصاد و چرخش احتمالی توی سیاست‌ها هیچ تأثیری روی بازار سهام نداشته و هنوزم در سازمان بورس روی همون پاشنه قبلی داره میچرخه. اما از این موضوعات که بگذریم، توی این هفته یه دستور جدید از جانب رئیس جمهور صادر شد که هرچند زیاد مورد توجه قرار نگرفت اما میتونه توی استراتژی و سرنوشت بلند مدت اقتصاد کلان کشورمون خیلی تاثیرگذار بشه. توی این هفته خبر رسید که آقای مسعود پزشکیان گفتن هیچ مجوزی برای طرح توسعه شرکت‌ها توی فلات مرکزی صادر نخواهد شد و طرح‌های توسعه‌ای باید به سمت سواحل جنوبی کشور منتقل بشن. اقدامی که میشه گفت برای بخش‌های مهمی مثل معدن، صنایع غذایی، دام و طیور، خدمات فنی و مهندسی و خیلی از بخش‌های دیگه اقتصادی اصلا موضوعیت نداره و احتمالاً منظور ایشون از طرح‌های توسعه‌ای
تنها بخشایی مثل صنایع فلزی و پتروشیمیا و پالایشگاه‌ها بوده. به هر حال اگه این موضوع رو از رئیس جمهور قبول کنیم، سوال اصلی اینه که چطور بعد از این همه هزینه برای اتمام طرح‌های مهمی مثل انتقال آب به فلات مرکزی الان به این نتیجه رسیدن و حالا بعد از این تصمیم اون ابر پروژه‌ها قراره چه سرنوشتی پیدا کنن؟ بهتره ما هم بدون قضاوت کردن این سوال رو بدون پاسخ بذاریم و بریم به نگاهی بندازیم به بازار پول که این هفته نتایج هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی هم اعلام شد و با حدود 24000 میلیارد تومان اوراقی که تو این هفته فروخته شد، مجموع اوراق فروش رفته از ابتدای سال به 114000 میلیارد تومان رسید. این عدد حدوداً 1/7 سقف اوراقی است که دولت میتونه امسال به فروش برسونه. اما اگر بخوایم دقیق‌تر صحبت کنیم، باید بگیم سال هنوز به نیمه خودش نرسیده، دولت معادل 50% اوراقی که سال گذشته به فروش رسونده بود و فروخته. حالا نکته مهم اونجاست که مثل هفته‌ها و سالهای پیش هنوزم مشتری اصلی این اوراق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند و اونا هم تنها وقتی حاضر به خرید این اوراق توی نرخ 28.6% میشن که بتونن اعتبار لازم رو با نرخ 23% از بانک مرکزی تامین کنن که دقیقاً توی 14مین عملیات بازار باز امسال هم این اتفاق رخ داد و بانک مرکزی این هفته باز هم سقف اعتباردهیش به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رو افزایش داد. با این حساب تو این هفته بانک مرکزی تمام 355000 میلیارد تومان تقاضای ارسال شده رو پاسخ گفت و اینطوری به نسبت هفته گذشته بیشتر از 1300 میلیارد تومان انبساط پولی ایجاد کرد. البته این رقم به نسبت ابتدای سال به بیش از 650000 میلیارد تومان میرسه که رقم قابل توجه و معناداریه. به هر حال همونطور که توی هفته‌های گذشته هم تحلیل کردیم، این روند ادامه خواهد داشت و موتورهای تورم پولی از این جناح با سرعت بیشتری به حرکت در میان. حالا از اینا که بگذریم، میرسیم به سوژه جنجالی و سمی این هفته که بازم مربوط میشه به رئیس جمهور پرحاشیه آمریکا. که نه تنها یک خبر بلکه 2 تا خبر جنجالی ازش داریم، اونم یکی از یکی سمی‌تر. خبر سمی اول از این قرار بود که برخی رسانه‌ها زوم کرده بودن روی دستای ترامپ و متوجه شده بودن که به طرز ناشیانه‌ای روی دستش رو گریم کرده. البته گریم که چه عرض کنم، انگار داده بود به یکی از خانم‌های کاخ سفید با لوازم آرایشی روی دستش میکاپ کرده بودن. حالا این موضوع انقدر توی رسانه‌ها ترند شد که کاخ سفید اومد گفت چون ترامپ زیاد دست میده برای همین روی دستش میکاپ کردن. ولی خیلی هم طول نکشید که پزشک کاخ سفید اومد اعلام کرد ترامپ دچار یه بیماری خوشخیم وریدی شده که توی این سن یه چیز طبیعیه. به هر حال همه میدونیم که ترامپ در آستانه 80 سالگی خودش قرار داره. و اما سهم دوم، دونالد ترامپ قبل از این یه سری اتهامات در مورد روابط نامشروع آزار جنسی بهش وارد شده بود که تا حدودی هم ازشون جون سالم به در برده بود، ولی الان دوباره یه اتهام جدید و خیلی جدی بهش وارد شده. طبق گزارش شبکه CNN، این پیرمرد پرحاشیه حالا با اتهام روابط نامشروع با دخترای زیر سن قانونی روبروه. به گفته این رسانه آمریکایی، رئیس پیشین کازینوی ترامپ تو مصاحبه با CNN از ارتباط عمیق ترامپ با قاچاقچی جنسی یعنی جفری اپستین و دخترای نوجوان پرده برداری کرده که زیاد چیز عادی نیست و اونجا هم اصلا این مسائل رو شوخی نمیگیرن. حالا با این مصاحبه دوباره راه برای حملات قانونی علیه ترامپ باز میشه و مثل پرونده اوباما باید دید که این بار قراره چه شرایطی برای رؤسای جمهور پیشین و حال حاضر آمریکا پیش بیاد. خب دوستان، اینم از تحلیل اقتصادی این هفته. اگه براتون مفید بود حتما لایک کنید. اگرم سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها بپرسید تا پاسخ بدم. امیدوارم سلامتی و آرامش همراهتون باشه و تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.